استراحتگاه معرفتی فراغتی چنگاب بعد تنفس طولانی چند سال قبل از این با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی محلی در خود را برای نسل نورس باز نمود. از آن پس مؤسسه توانست همساله تا 600 نفر نسل نورس را به استراحت فرا گیرد. در بسته اول موسم این ساله فراغتگاه باز 200 نفر کودکان را به آغوش خود گرفت. شرایط بود و باش استراحت کنندگان نورس در اینجا خوب برآمده شده. همه روزه از جانب آنها چاره‌بینی‌های فرهنگی تربیوی تشکیل کرده می شود. در کشوده‌شوی بسته اول از طرف استراحت کنندگان برنامه فرهنگی پیشنهاد گردید که از شعر و ترانه‌های جالب و رنگین و صحنه‌های دیدنی عبارت بود. کودکان و نورسان نمایش‌های ورزشی، مهارت زیبایی رقص، قرائت شعر، سرودخوانی و دیگر هنر و استعداد خود را به دوستان نوآشنایشان نشان دادند. باید گفت که در اینجا کودکان از مؤسسه دولتی خانه اینترنت کودکان شنوایشان سوس نیز استراحت می‌نمایند. چند سال است که در استراحتگاه چنگاب می‌بیام و اینجا ماده می‌فورم. من در اینجا آمدم دوستای بسیار یافتم. اینجا در مشق‌های عجایب می‌گذرونم. فوتبال، والیبال مثلا همه شرایط‌ها در اینجا هست. اینجا ماده می‌فورم. چند سال است که من در اینجا میام. من خیلی خرسندم که بلایگری چنگاب آمدم. من در اینجا دوگانه‌های خیلی زیاد دارم. من در اینجا رقص و بازی میکنم و بازی‌های شب‌خوار میکنم، شахمат بازی، رسم کشی و من نیت دارم که تعطیل تابستانه را در این لگر چنگاب گذرانم. تامین چنین شرایطی که با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان مهیا گشته است برای بلند برداشتن سطح معرفت کودکان و نورسان مساعدت می‌نماید. امروز بسیار خوشنده بخش است که بسته دوم استراحتگاه ما آغاز گردید و امروز در چاره‌بینی امروزه رئیسان اتفاقای کسبه که کودکان خود را به استراحتگاه ما آوردند اشتراک دارند و در این مدت کودکان ما توانستند که در استراحتگاه حرکت با یکدیگر انس بگیرند، دوست و رفیق شوند و ما از روی نقشه کاری استراحتگاه کوشش میکنیم که همه آن چاره‌بینی‌هایی که به نقشه گرفته شده است، چاره‌بینی‌های فرهنگی فراغتی، آزمون‌ها و اینچنین آزمون‌هایی که از طرف جمهوری در تمام جمهوری می‌گذرد فروغ صبح دانایی و فعالانه اشتراک نمایند. طبیعت بیشت آسای این موضع برای کودکان خیلی پسند آمده است و این را در سیمای پرخنده و پرفرح هر کودک مشاهده کردن ممکن است. از این خاطر فعالیت منتظم و ثمره بخش استراحتگاه‌های تابستانه و مرکزهای فراغتی و سالمگردانی کودکان همچون سمت مهم سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان به حساب می‌رود.